سلام دوستان، وقتتون بخیر. این تصویری که میبینید که دوستان فرستاده و از تو گالری دارم انتخابش میکنم. دوستان ببینید، اگر همچین چیزی رو روی یک یال دارید که بالا سرتون قلعه داره، توی اون یال دنبال یک دورچین بگردید. اگر در تختگاه به دست آوردید، دنبال یک سنگ با کیفیت بگردید که روش یک جوغن گرد و یک اسکنه یا یک همچین طرحی با یه نقطه وسط داشته باشه. اگر درون حفره به دست آوردید، مثلا در عمق به دست آوردید، اگر محیط کارگاه سنگ نباشه یا معدن سنگ نباشه، باید ببینیم توی تونل بوده شما به دست آوردید، در پوش چاهی بوده. برای همین من همیشه عرض میکنم هر چیزی باید در جایگاه خودش تحلیل و تفسیر بشه. بدون داده شما ما فقط میتونیم در موردش گمانه بزنیم که در چه مواردی استفاده میشده. اینا موفق و مؤید باشید. در پناه خدا.